درود بیننده ارجمند، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی رادیوی آزادی است که از شهر پراگ تقدیم شما می شود. من عبدالله اشرف هستم همراه شما. امروز دوشنبه 22 اپریل است. ساعت به وقت شهر پراگ 7 و با وقت شهر دوشنبه 10 است. نخست از وضع باد و هوا در تاجیکستان برایتان میگوییم. بنابر اطلاع اداره باد و هواسنجی، هوای شهر دوشنبه تغییر یابنده، باریدن باران پیش بینی شده. حرارت هوا دوام روز 21 درجه گرم می شود. حرارت هوا روزانه در ولایت‌های سوخت و ختلان 20 و 24 درجه گرم می شود و احتمال باریدن باران و رعد و برق نیز در نظر است. حرارت در شهر خاروق مرکزی ولایت مختار بدخشان 22 درجه و در ناحیه شرقی این ولایت مرغاب همگی 11 درجه گرم و شبانه 2 درجه زیر صفر سرد می شود. برنامه را با خبرها از خارج تاجیکستان شروع میکنیم. پلیس شریلانکا میگوید شماره قربانی ها از سلسله بمبگذاری ها در کلیسا و مهمانسراهای این کشور به 290 نفر رسیده، زخمیان بیش از 500 نفرند. در رابطه با ترکش روز 21 اپریل که اثنای عبادت نصرانی ها در شهر کلامبو با وقوع پیوستند، تا کنون 13 نفر به حبس گرفته شدند. جمعاً 9 ترکش در کلیساها، مهمانخانه های 5 ستاره دار و دیگر جایهای سیر آدم کلامبو بزرگترین خشونت پس از ختم جنگ شهروندی در این کشور است که تقریباً 10 سال پیش به وقوع پیوسته بود. تا به حال کسی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. وزیر مدافعه این کشور روان ویجیوردینا بمبگذاری های این شب گذشته را عمل تروریستی ستیزجویان دینی نامیده است. او افزوده است که ظاهرا همه حمله ها را بمبگذاران مرگ طلب عملی کردند. سروزیر شریلانکا رانیل ویکرمنسینگ گفت که در تحقیق این حمله ها از کشورهای خارجی کمک خواهد خواست تا معین شود که مسئولان حمله ها با تروریسم بین المللی رابطه داشتند و یا نه. طبق معلومات مقدماتی در دور نهایی انتخابات پرزیدنتی اوکراین که روز یکشنبه 21 اپریل دایر شد، حجم‌نگار و سیاستمدار تازه نفس ولودیمیر زلنسکی پیروزی نظررس به دست آورد. بعدی حسابی بیش از 73 درصد آوازها معلوم شد که زلنسکی بیش از 73 درصد و رقیبش پترو پوراشنکو پرزیدنت فعلی اوکراین نزدیک به 25 درصد رای ها را به دست آوردند. زلنسکی خود را مرد نامیده است که برای شکستن سیستم موجوده دولتداری به سیاست رفته است. اشاره زلنسکی با آن ارتباط دارد که سیاست و جامعه اوکراین از فساد، نپوتیسم و یا خشونت‌باربازی و همچنان جنگی 5 ساله با جدایی طلبان رو به روسیه خسته شده است. پرزیدنت پوراشنکو شکست در انتخابات را اعتراف کرده است. این میلیاردر 53 ساله خود را همچون نامزد نامیده بود که بر ضد تجاوز روسیه مقاومت خواهد کرد. در نشستی بعد از انتخاباتی زلنسکی گفت که پرزیدنت پوراشنکو او را با پیروزی تبریک کرده است. رئیس شورای اروپا دونالد توسک، پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون و سیاستمداران چندین کشور دیگر زلنسکی را با پیروزی در انتخابات تبریک کردند. بیننده ارجمند، حالا رو می‌آوریم به خبرها از تاجیکستان. سراج‌الدین عبدالرحمانوف روحانی تاجیکی در گذشته با گناه افراط‌گرایی زندانی شده است، اینترنت را وبای عصر نامید و از مردم خواست از آن استفاده نکنند. سراج‌الدین عبدالرحمانوف که در گذشته با نام ایشان سراج‌الدین در دوشنبه شناخته بود، در یک مراجعتنامه ویدیویی در شبکه اجتماعی یوتیوب با حمایت از بالا بردن قیمت استفاده از اینترنت در تاجیکستان میگوید وقتی خود را در این شبکه ضایع نکنید. ایشان سراج‌الدین در ویدیوی 18 دقیقه‌ای اینترنت را سرچشمه تمام مصیبت ها در تاجیکستان نامید و به قول او گفت اینترنت موجب زنا و بد اخلاقی می شود. او در این مراجعتنامه‌اش از جمله میگوید از تمام خواهران زیبا، از مردم زیبای تاجیکستان خواهش میکنم که عقل زیبا، فکر زیبای خودشان را استفاده برده وقتی زیبای خود را در اینترنت تلف نکنند. معلوم نیست ویدیو را سراج‌الدین عبدالرحمانوف اختیاراً خودش ثبت کرده است و یا با خواهش کسی دیگر. ایشان سراج‌الدین از اولین مبلغان شناخته جریانی در تاجیکستان ممنوع سلفیه به حساب می رفت و سال 2009 همراه پسرش به 7 سال زندان محکوم شد. او را سال 2013 بر اساس قانون عفو
آزاد کردند و بعد از آن او با ستایش از سیاست‌های حکومت پرداخت. در این ویدیوی تبلیغاتی او مردم را بر آن دعوت میکند که مطیع سردارانشان باشند و حرف و مصلحت‌های طبقه بالایی را گوش کنند، چون این مصلحت‌ها بر نفع آنهاست. نشر مراجعتنامه این روحانی را بعضی‌ها تلاش دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت برای تاکید بر درستی قرار درباره بالا بردن قیمت اینترنت نامیدند. بر اساس قرار مذکور از اول ماه مارس که روز 18 اپریل حکمی اجرا گرفت، شرکت‌های موبیلی نرخ 1 مگابایت اینترنت را به 6.2 درم رسانیدند و حالا قیمت 1 گیگابایت آن 62 سومانی است. قبلا 1 گیگابایت اینترنت از 30 تا 35 سومانی در تاجیکستان ارزش داشت. پرزیدنت امامعلی رحمان در آستانه سفر به چین با 3 رسانه این کشور مصاحبه انجام داده است. دفتر مطبوعات رئیس جمهور روز 22 اپریل خبر داد که پرزیدنت با سوالهای خبرنگاران شبکه تلویزیونی CCTV، روزنامه‌نگاران آژانسی اطلاعاتی سینخوا و نشریه ژنمین ژیبائو چین پاسخ گفت. مصاحبه پرزیدنت با رسانه‌های چین در حالی است که قرار است 26 اپریل پرزیدنت امامعلی رحمان عازم پکین شود و در کار فرومی یک کمربند، یک راهی، یک طرح پرایده‌های چین شرکت ورزد. دفتر مطبوعات میگوید پرزیدنت با در نظر داشت موقع استوار تاجیکستان در عملی کردن هدف‌های طرح یک کمربند، یک راه با خبرنگاران رسانه‌های چین مصاحبه انجام داد. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید مصاحبه پرزیدنت امامعلی رحمان الکی در رسانه‌های چین نشر شده است، ولی محتوای این مصاحبه با زبان تاجیکی هنوز دسترس نیست. ضمناً یک شرکت دولتی چین اعلان کرد که با کارخانه تلک‌های تاجیکستان شرطنامه 545 میلیون دلاری بسته است و هدفش افزایش استحصال آلومینی است. شرطنامه 15 اپریل امسال به امضا رسیده است. بنابر این قرارداد چاینا مشینری انجینیرینگ کورپوریشن 2 کارگاه تلکو و بعضی از انشاءات یاری رسان آن را نوسازی یا مدرنیزاسیون میکند. گپ درباره کارگاه 5 و 6 کارخانه آلومینیوم تاجیک می رود که در 60 کیلومتری شهر دوشنبه در شهر تورسونزاده جایگیر است. قرار بود این 2 کارگاه در آغاز سالهای 90 پورا ساخته شوند، اما با فروپاشی شوروی ناتمام ماندند. بنابر قرارداد امضا شده به کار انداختن این 2 کارگاه استحصال آلومینی تا 300,000 تن در یک سال بیشتر خواهد کرد. ژنگ چون مدیر شرکت چاینا مشینری انجینیرینگ 17 اپریل در یک اظهارات رسمی گفت تجدید کارگاه در 2 مرحله صورت میگیرد که 24 ماه آینده را در بر میگیرد. او افزوده است جانب چین موظف است تکنیک و تجهیزات ضروری را بیارد، وصل و نصب کند و به کار اندازد. همچنین تعلیم کارمندان بر دوش این شرکت چینی خواهد بود. همزمان ژنگ چون مدیر شرکت عظیم چین در اظهارات رسمی خود میگوید طبق قرارداد پس از قناعتمندی و اجرای یک چند شرط های معین شروع می شود، اما نگفته است که کدام شرط ها. معمولا جزئیات چنین سازشنامه ها و میان تاجیکستان و چین آشکار نمی شود. طبق معمول جزئیات یک سلسله سازشنامه ها میان 2 کشور دائم پوشیده میماند و کارشناسان به ناشفافی این همکاری ها نیز بارها اشاره کردند. نماینده تلکو در یک گفتگوی تلفنی به خبرگزاری فرانس پرس امضا شدن این قرارداد را تصدیق کرد، ولی از افشای شرط های آن خودداری کرده است. ضمناً هنوز 1 سال پیش از نمایندگان تلکو نیتی همکاری با این کارخانه عظیم چین صحبت کرده بودند. آنها باور داشتند که فناوری های نوی چینی امکان می‌دهد با صرف مقدار کمی نیروی برق تولید آلومینی را افزایش دهد. اما هر دو طرف شرط‌های اجرای این قرارداد را روشن نمی‌کنند و معلوم نیست که این مبلغ شرکت دولتی چین به چه نحو باز پرداخت خواهد شد. هفته گذشته تاجیکستان و روسیه نیز 17 سند امضا کردند که یکی از آنها سازشنامه‌ها بین شرکت تلکو و بانک ویتیبی روسیه بود. شرکت تلکو سابق تدز در میانه‌های سالهای 60 ساخته شده است. این کارخانه هر سال 10,000 تن آلومینی خام
یک مال مهمی صادراتی کشور را استحصال میکند. این شرکت در پی پایین روی نرخ آلومینیوم در بازار جهانی در چند سال اخیر دچار مشکل مالی شده. همگی 30% اقتدار آن تا به حال استفاده می شود. درآمد آن نیز ناشفاف دانسته می شود. بیننده ارجمند رو می‌آوریم به خبرها از عالم ورزش. روز 21 اپریل در جریان بازی بین دسته‌های خطلان شهر باختر و استراوشن دروازه‌بان تیم خطلان شهرام اسماعیلوف بر روی بازیگر استراوشن حسنوف یک مشت زده است. سرداور گلمراد سعدالله بعد مشورت با یاورش ضربه 11 متره تعیین کرد ولی به دروازه‌بان کارت سرخ نشان نداد. مخلصان تیم استراوشن از فدراسیون فوتبال تاجیکستان حالا طلب دارند که دروازه‌بان خطلان را برای این عملی غیر ورزشیش جزا دهند. خود بازی با حساب 2-1 به فایده دسته خطلان انجام یافت. رفتار دروازه‌بان دسته فوتبال خطلان شهرام اسماعیلوف در جریان رقابت این دسته با تیم استراوشن موج واکنش‌های مخلصان فوتبال را به بار آورده است. داور بازی گلمراد سعدالله بعد انجام رقابت بین خطلان و استراوشن از مخلصان عذر پرسید و گفت لحظه بازیگر دسته رقیب را لحظه زدن دسته رقیب را اون ندید و از این رو با دروازه‌بان کارت سرخ نشان نداد. او با اظهار تأسف گفته است من نمیفهمم که چرا دروازه‌بان خطلان چنین رفتار کرده است. این علاقه فوتبال نیست، گفت گلمراد سعدالله داور این بازی. و خبر دیگری نیز داریم از عالم ورزش. در نیم ماراتون بین‌المللی دوشنبه در بین مردان فنت جیرما از افیوپیا و در میان زنان داریا مسلووا از قرقیزستان پیروز شدند. ضمناً در نیم ماراتون سال گذشته نیز ورزشکاران افیوپیا و قرقیزستان غالب آمده بودند. بر پایه اطلاعی ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه نیم ماراتون دهم بین‌المللی که مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را در بر گرفت از نوروزگاه پایتخت شروع شده در میدان دوستی در نزد هیکل اسماعیل سامانی با پایان رسید. در نیم ماراتون دهم بین‌المللی حدود 100 ورزشکار از تاجیکستان و 36 دونده حرفه‌ای از استرالیا، افغانستان، بریتانیای کبیر، ایالات متحده آمریکا، کنیا، قزاقستان، قرقیزستان، نیدرلند، روسیه، ازبکستان، اوکراین، چین و افیوپیا اشتراک کردند. در بین نمایندگان تاجیکستان مهرانگیز نظرова و ویلیام کوزمینووا نتیجه های خوبتر نشان داده در سبقت زنان متناسباً جایهای پنجم و ششم را کسب نمودند. شهرداری برای برگزاری نیم ماراتون دهم بین‌المللی 387,000 سومانی بیش از 40,000 دلار ایالات متحده آمریکا اختصاص داده بود. ورزشکارانی که در این نیم ماراتون میان مردان و زنان جایهای یکم تا ششم را گرفتند با جایزه های مالی با مبلغی از 13,350 سومانی تا 31,150 سومانی فراز شدند. باید گفت نیم ماراتون بین‌المللی از سال 2014 هم با تقویم مسابقات سازمان بین‌المللی ماراتون و دو با مسافه‌های دور شامل شده است. بیننده ارجمند در این فرصت برنامه با درخواست‌های شما قرب سامانی در برابر اسعار خارجی را یادرس می‌شویم. بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی امروز $1 به 9 سومانی و 43 درم و 1 یورو به 10 سومانی و 61 درم برابر است. قرب روبل روسی نظر به هفته قبلی هنوز به تغییر است و 1000 روبل به 147 سومانی داد و ستد می شود. بینندگان ارجمند اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. برنامه های نو و جالب ما در پیشند، ما را همراهی کنید.